این شیشه مشروب به فارسی و به خط و رسم روسی یه شعر نوشته شده. همونجا غرق شده. وای اینا شده. وای یوتیوبر ایرانی از کوه اومده پایین، لیز خورده، رفته شلوارشو تو رودخونه بشوره، اونجا غرق شده. وای سفر یوتیوبر دختر پسر ایرانی به تاجیکستان که به زیبایی قشنگ هیجان بسیار عالی تاجیکستان رو به ما نشون میده. بچه ها بریم ببینیم اصلا لذت بخش. این دو نفر واقعا قشنگ گزارش تهیه میکنن. کانالشون رو حتما توی دیسکریپشن میذارم ببینید. بدون معطلی بریم این ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. Are you ready؟ سلام هم سفر به ولاگ اولمون از کشور فارسی زبان تاجیکستان. خوش وای چه قشنگه بچه ها طبیعت. سفر کنیم و حس و حال صحبت کردن با فارسی زبانان یک کشور. بچه ها چه آب زیبایی، چه کوهی، چه جنگلی. دقیقا طبیعت تو همین عکس خلاصه شده. آب، کوه، صخره، آسمان. وای زیبا و آزاد مثل تاجیکستان رو تجربه کنیم. واقعا پرچم تاجیکستان چقدر قشنگ، مهمان نواز و مهربونن و ایرانی‌ها رو خیلی دوست دارن و واقعا حس اینو داره که رفتیم یه منطقه از ایران که لهجهشون یکم فرق داره. دقیقاً بچه‌ها تاجیکستانی‌ها من نمیدونم راجع به افغانستان گزارش دیده بودم که خیلی مهربونن. راجع به تاجیکستان اولین باریه که دارم میبینم و ببینید که مثل ایرانی‌ها خودمون هستن انگار. خصوصا اینکه آرامگاه رودکی هم تو همین کشور تو شهر پنجکن که به اونجا رودکی زیباترین طبیعت‌های تاجیکستان رو می‌بینیم و بعد از این میریم سراغ پایتخت کشور دوشنبه و طبیعت دور و بر اونجا. ای جان چقدر هم قشنگ گزارش تهیه میکنه. الهی که همیشه خوشبخت باشن و عمرشون بلند و با عزت باشه که باقی کشورها هم برن اینا بگردن ریاکشن کنن و ما ببینیم و لذت ببریم. سابسکرایب رو بزن که ولاگای بعدی رو از دست ندید. ای جان چه طبیعت رو نگاه کن. با چه شادم هستن بچه. اینجا الان کدوم منطقه تاجیکستانه؟ شما به من حالا باز اینا توضیح میدن ولی باز شما هم به من توضیح بدید که اینجا مثلا کجای، اگه من اومدم یه روزی تاجیکستان از کجا شروع کنم به گشتن؟ اینا رو به من اگه بگین ممنون میشم. توی دنیا خیلی تعداد معدودی هستن از این شهرهایی که تمدن 6000 ساله رو نشون. 6000 سال با داده قناعت کن. فارسی نوشته بچه‌ها. رودکی با داده قناعت کن و با دادبزی در بند تکلف مشو آزاد بزی. بچه یه سوالی، تاجیکستانی ها الفبای ایرانی رو هم بلدن؟ یعنی الفبای ما ایرانی فارسی زبونا رو بلدن بخونن یا بنویسن؟ اینم بهم بگید. با دادبزی در بند تکلف مشو آزاد. اومدیم آرامگاه رودکی که به پدر شعر و ادبیات فارسی معروفه. بچه حالا دقت میکنم تاجیکستان آب و هواش و کوهاش و درختاش نسبت به افغانستان خیلی بیشتر شباهت داره به ایران. انگار خود ایرانه بچه. در تاجیکستان هستیم و روی این شیشه مشروب به فارسی و به خط و رسم روسی یه شعر نوشته شده. تاجیکستان خیلی جلوتر از ایران، پس خیلی آزادی داره. پس مشروب چقدر کامل تاجیکستان. موسی به دین خود، عیسی به دین خود. در دین اجباری نیست، لا اکراه فی الدین. کشور مسلمونیه مثل ایران ولی مشروب هم داخلش هست. وای میخوایم به دوست عزیزمون که تاجیکی هستن بدیم بخونه از شاعر معروف خیام. خیام یا رودکی و خیام بچه یکی بودن. بریم اون که از چشم آب بخوره. فقط سور میخوردم و هیچ راهی نداشت که این آدم بیاد پایین. چه طبیعت قشنگی بچه ها، واقعا چه طبیعت قشنگی. اصلا متعجب شدم. همچی توقعی من از تاجیکستان، اصلا من تاجیکستان از لحاظ طبیعت یه جور دیگه برداشت میکردم. فکر میکردم شهر کوهستانی و یخ باشه، زیاد سرسبز نباشه، ولی این طبیعت واقعا منو حیرت زده کرد. روز اول اینجا فرودگاهشه.
ببینید بچه ها، حجاب اختیاریه، حجاب اختیاریه، لا اکراه فی الدینه. دین واقعی اسلام ایجا میشه بچه ها پیدا کرد. عربستانی که اسلام از اونجا سرچشمه گرفت، ببینید حجاب اختیاریه. تاجیکستان ببینید اختیاریه. افغانستان نسبت به ایران خیلی اوپن مایند ترن، ذهنشون بازتره. حالا بچه ها بزنیم یه ذره جلوتر بریم تو طبیعت ها. ایجاه شهر هوبدان. حالا داریم میریم از شهر پنجاکنت عبور کنیم، پنجاکنت؟ جایی که امشب اون توش اقامت داریم. بچه ها، تاجیکستان کشورش یه جوریه، هم شباهت به کشورهای روسی داره، مسکو داستان، هم یه تلفیقی از هنر و معماری ایرانیه. شاد شدم. بزنیم جلوتر که قشنگ تو شهر گزارش تهیه میکنن و ببینیم. طبیعت رو نگاه کن بچه ها. دقیقا منطقه ما هم همینجور طبیعت داره. درخت گردو، بادوم، بنه میدونید چیه بچه های؟ پسته کوهی بهش میگن. یه چیهای کوچیک مثل پسته سخت، جسم سخت داره ولی داخلش یه مغزی داره که باهاش یه غذایی درست میکنن، میکوبن، آب قاطیش میکنن، میشه قاطق بنه. شما خوردید یا نه؟ اولاغا نگاه کن. اولاغا رو نگاه، چه لنگی میزنه. این چی نوشته؟ I love you. I love you. چه بال درست کرده بچه ها. این بچه ها رو نگاه کنید، خدا حفظشون کنید، چه چهرهای پرنشاطی داره. مادرت درست کرده؟ اینو خودت درست کردی؟ آره؟ خدا. بچه ها نگاه کنید، یه سادگی درونشونه، قلب زیبا. اصلا تو همین نگاه اول میشه فهمید که چقدر خوش قلبن اینا. 10 سامان. چند میفروشی؟ 10 سامان. 10 سامانی؟ 10 سامانی؟ اینو چند میدی؟ واحد پول تاجیکستان چیه بچه ها؟ میگه 10 سامانی یا عثمانی منظورشه؟ اینو به من بگید. کدومه؟ برای شما 50. یه ذره بزنید جلوتر. گفت 10 سامانی ولی برای شما 50، یعنی گرونترش کرد. اتاقمون اینجا شد شبیه $40. اوه، یورو ببین. شبی $40. حالا دلار میگیم 58 تومن، حالا میگیم 60 تومن رون، یعنی 40 ضرب 60 یعنی میشه به پول ایران شبی 2400. خوبه کوهستانه. بچه ها الان 2,400,000 ما ایرانی که میشه $40 شما، واسه شما به عنوان یه شب مبلغ بالایی، گرون، متوسط، پایینه؟ چجوری الان $40 واسه شما میتونید ماهیحتاج چند روز واسه خونه خرید کنید؟ اینو به من بگید که من قیمت و قدرت خرید تاجیکستان بیاد دستم. نه منظره پنجاکنت. پنجاکنت؟ خب بریم دستشویی که توره. چه خوش رفتارن بچه ها. بذاریم جلوتر. برخورد و رفتار یوتیوبرها بسیار مهم است. بسیار تو برنامه اولیه‌مون نبود، پیشنهاد آقا شاروخ بود، گفتش که قشنگترین جای تاجیکستان اینجاست. اوه، قشنگترین جای تاجیکستان ایجاه بچه‌ها. واقعا من که همون ابتدا دیدم اصلا کف کردم. دست شما در نکنه. ببین اینجا هم نوشته بچه‌ها، رودخونه رو نگاه کنید. نوشته پایینش انگلیسی نوشته دقیقاً مثل سوئیس کوهنوردی و توریسم آرتوچ. اون بالاش هم فارسیشو نوشته ولی فارسیش با فارسیش دیده نمیشه که. مونتارینگ توریست کمپ. خط رسم روسیه واسه ما نمیتونیم بخونیم ولی نکنید پایگاهی کوهنوردی و سیاحی. بچه الان من متوجه نشدم تاجیکستانی ها الفباشون روسیه یا شورویه یا دستخط مربوط به یا الفبای خاص خودشونو دارن؟ خیلی ممنون میشم تاجیکستانی های عزیز اینو به من بگن. آرتوچ. یه ذره تمرین کنیم میتونیم خط رسم روسی رو هم یاد بگیریم و تاجیکی بخونیم. طبیعت رو نگاه کن. تاجیکستان منو بطلب بیا. اقامتگاهشو ببین چه باحال، مثل سوئیسه. خدا. الان واسه اومدن تاجیکستان ویزا احتیاج یا فقط با پاسپورت هم میشه بیایم؟ بگی تاجیکستانی اگه من بیام اونجا گروهی هست که منو حمایت و همراهی کنه، منو ببره بگردونه؟
توی برادر، توی خواهر عزیز که الان داری حرف منو میشنوی، من بیام اونجا منو دعوت میکنی؟ ببری منو بگردونی؟ همین الان کامنتش کن. حالا یه سریا مثل اینا میان شب میمونن تو این اقامتگاه. بعد این اقامتگاه چوبی با صفا رو میگفتش که شبی $13-14 و تازه اگه چقدر مفت! $14 پول یه وعده غذای بچه. چقدر قانن تاجیکستانیان. $14 حالا میشه 6 ضرب داره 4 24. یه 2 داریم، 6 ضرب داره 1 6 با 2 6 600,000 تومن مفت. توی این خونه ها بمونی که میگفت تازه اینا هم لوکسه همون قیمته. اون پاش یه سریاش هست ارزون تره. اینجا حتی چیزم داره مرکز خب توریسم. ایجا هم دیدیم، یه ذره دیگه بزنیم جلوتر دوباره توی محیط دیگه بریم ببینیم چی. ایجا فکر کنم یکی هم مسجداشه و یک کتابخونه بسیار بزرگ معروفی هم بچه توی شهر دوشنبه باشه اگر اشتباه نکنم. کتابخونه ملل بهش میگن، ملی میگن، که خیلی معروفه که صدرالدین و زلیخا هم یه شعر اونجا خونده بودن. بگید این بودم هستش و صدای رودخونه رو از اینجا ما میشنویم. من تو فیلم میره تو طبیعت بشینی مدیتیشن کنی لذت ببری. اینجا بچه یه موزه، حالا نمیدونم موزه چیه، ظروف سفالیه یا مثلا ظروفیه که از قدیم 1000 سال پیش این چیزا بوده. چه باحال. کتابا رو نگاه کن بچه. خیام ببینید فارسی نوشته. پس تاجیکستانی فکر کنم خط و الفبای ایرانی رو میتونن بخونن یا نه؟ بنویسید. سر رودکی به زبان فارسی و همچنین فارسی. بریم موزه رو هم بزنیم جلوتر یه قسمت دیگه شو ببینیم. پاکیخ زومران طبیعت آب دریاچه چیه؟ رودخونه با کوه آبش مشخص از آب شدن برفات سرازیر شده اینجا. خدا چه جایی ما داریم و نمیریم بگردیم. فارسی زبونا تاجیکیان منو ببخشید اگه تا اینجا این ویدیو منو دیدید، به این دلیل میگم منو ببخش که من بیوفایی کردم، من پاشا بیوفایی کردم، نیومدم کشور افغانستان شهر کشور زیبای شما رو ببینم. این همه سال دارم ریاکشن میکنم، یک بار نیومدم تاجیکستان که حضوری این اتحادی که ما فارسی زبونا رو با هم دیگه داریم و حضوری در جمع هم دیگه صحبت کنیم راجبش. ترانه های احمد ظاهر رو گوش بدیم. کوههای دورش خیلی قشنگه. خوشا به سعادتت جوان که رفتی تاجیکستان. اومده بالا رفته توی قاره شلوارش ریخته شده. افتاده. اومده بره تو دریاچه بشورتش. یوتیوبر ایرانی رفته تاجیکستان بالای کوه افتاده. اصلا شلوارش خاکی داغون شده بود. همونجا غرق شده. واسه همین اینا شده قاره اسکندر و دریاچه اسکندر. غرق شده اسکندر. یه ذره بزنیم عقب‌تر. چی گفت؟ یه لحظه صبر کن. قارش ریخته شده. اومده بره تو دریاچه بشورتش، همونجا غرق شده. اینا شده. کی غرق شده؟ یوتیوبر ایرانی یکی همینجوری اومده تاجیکستان. یوتیوبر ایرانی از کوه اومده پایین لیز خورده رفته شلوارشو تو رودخونه بشوره اونجا غرق شده. خدا نکنه. تنها چیزی که با داستان محلی اینجا جور در میاد همینه. نه خدا کنه ساختگی باشه بچه، نگران شدم. بچه من برم راجع به این قضیه تحقیق کنم. من بسیار حساسم روی جان و سلامت هموطنای خودم. برم تحقیق کنم ببینم واقعا این قضیه درسته یا نه. همینجا عذر میخوام. در انتهام یکی از 2 ویدیوی بالا رو حتما نگاه کنید. بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.